الزانی لا ینکح الا زانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله علم. همین آیت تفسیر قرطبی در حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی در تفسیر همین آیتی که الزانی لا ینکح الا زانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگه که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند. اختیارتون کدام راهیشه که انتخاب میکنین. آن چیزی که بر من مسئولیت بود در همین 2 جمعه باشم شما رسونیدم. انشاءالله باوری دارم که فردا من در پیشگاه خدا جوابگر نیستم. در همین قومی که البته گوش کردن و شنیدن. السلام علیکم حاجی میرزا مراد، از شما خواهش یک مسئله را دارم. خداوند شما را نگه دارد. من از یک نفر $2000 گرفتم. اول به نیت مضاربه، از بین 2 ماه گذشت، یک باره گفت اگر این ماه $300 ندهیم ماشین تا میگیرم. با یاردم بعضی شخص ها من چیکار کنم؟ وای نیز نمازخوان است. یک برادر $2000 از کسی گرفته است، با نیت مضاربه گرفتن. مضاربه همین است که در اسلام ما و شما حلال است فایده 2 تقسیم. اگر از همین $2000 $1000 همین مردک بیابد باید طبق اسلام $500 خودش بگیرد، $500 باید که آدمی مثال پولدار میگیرد، $500 آدمی که عمل کننده بود، $500 باید تقسیم که فایده 2 تقسیم است. لیکن وقتی که اگر مثل امروزه ما و شما اگر نرخ بگذاریم $2000 میتم، $100 بر من میتی، نابسته تو فایده میبینی نمیبینی برای من فرق ندارد. $100 میاری، این از خوب ده حرام است.